بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. لا اقسم بهذا البلد، سوگند به این شهر مکه. وانت حل بهذا البلد، و تو در این شهر ساکنی و جنگ در این شهر برای تو حلال است. ووالد وما ولد، و سوگند به پدر و فرزندانش. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا او گمان می کند هیچ کس بر مجازات وی توانا نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا، میگوید به خاطر انفاق مال زیادی را تباه کرده ام. ایحسب ان لم یره احد، آیا میپندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب؟ وهدیناه النجدین، و او را به دو راه خیر و شر راهنمایی کردیم. فلاقتحم العقبه، پس به گردنه سخت قدم نگذاشت و نیامد. وما ادراک ما العقبه، و تو چه میدانی که گردنه سخت چیست؟ فك رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، آزاد کردن برده است یا اطعام در روز قحطی و گرسنگی. یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه، خواه یتیمی از خویشاوندان باشد یا مستمندی خاک نشین. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، آنگاه از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر بر عبادت و دوری از گناه و مهربانی با بندگان توصیه نموده اند. اولئك اصحاب المیمنه، اینان اهل سعادتند که نامه اعمال به دست راستشان داده می شود و اهل بهشتند. والذین كفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اما کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند آنان اهل شقاوتند که نامه اعمال به دست چپشان داده می شود و به دوزخ می روند. علیهم نار مؤصده، بر آنان از هر سو آتش سرپوشیده است که راه فرار ندارند.